سه عملی است که الله سبحانه و تعالی ثواب و پاداش آنها را در این دنیا معین نکرده است، از بس که ثواب آنها بی حد و بی اندازه است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. به درستی صبر کنندگان پاداش خود را به طور کامل و بدون حساب به دست می آورند. اولین این عملها صبر کردن است. دومین این عملها بخشیدن مردم، انسانها را بخشیدن. الله سبحانه و تعالی می گوید: فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. پس هر کسی که از گناه مردم بگذرد و صلح را پیشه گیرد، اجر و پاداش آن بر عهده الله سبحانه و تعالی است. و سومین این عملها روزه گرفتن است. در یک حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی می فرماید: كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. هر عمل ابن آدم از آن اوست مگر روزه گرفتن. روزه گرفتن به خاطر من است و من پاداش آن را می دهم. یعنی ثواب آن به اندازه زیاد است که الله سبحانه و تعالی روز قیامت پاداش این عملها را خودش می دهد.